بخشاری از شهر ایسفاره در وای جای اول گرفتن جای میوه گیری پایست ایسی بیار خداش مایده کسته ها ناز آفرین من زدم میتونم وانگی تو بسیار ناز حسن آفرین یک کس چقدر عرصه بین المللی ده آبروی ملت دولت چقدر بلند میکند یا منیژه را بینید همه را سرگردان کرده است یوروی دینی همه را سرگردان کرده است بسیاری ها یک دختره که تاجیک دیده نمیتونه آفرین حسن دستری کنده کن باشه احسن برای اون که در تمام حالات از تاجیکیت خودش دست نمیگیره من تاجیکم در تاجیکستان تولد شدم در تاجیکستان تربیت یافتم های امروز شهروند روسیه هستم چی حقیقت چه گفته است آفرین یک نفر میتواند وای کند لیکن یک سخن ناجا دولت را یک خانه را میتواند با آتش سوزاند سلامت باشی سلامت باشی رئیس جماعت معلومه پیش میکروفون بیا چی کم بودی از در دیهات محترم جناب راست بگو چی کم بودی است چی مونده است دیگر در حقیقت در شر نکن نه، شر نترس از رئیس ولایت شر نترس من قطعی گپ زنم محترم پیشوای ملت قدم های مبارک شما را به جماعت دهاتی وارخ شهر اسفره از نام خودم و از نام کل شهروندان جماعت دهاتی وارخ خوش آمدید میگویم و با دستور و سپارش های بی‌واسطه شما امروز در آن پرابلم هایی که در جماعت دهاتی وارخ جای داشتند دوره به دوره حل خود را یافته ایستادند در اساس بخشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در جماعت دهاتی وارخ زیاده از نقش چهاربینی ها ترتیب